خواهر عزیزم، در زندگی تصمیم گیری های زیادی داریم، مانند کارهای روزمره، سفر کار و غیره. گاهی دچار تردید می شویم که چی کنیم. پس استخاره هدیه‌ای از جانب الله متعال ماست. استخاره یعنی طلب خیر از الله متعال. وقتی نمیدونی کدام راه بهتر است، از پروردگارت بخواه تا خیر را در یکی از آنها قرار دهد. و ربک یخلق ما یشاء و یختار، سوره قصص آیت 68. پروردگار تو هر چی را بخواهد میآفریند و اختیار میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند، رواه البخاری، پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما استخاره را چنان میآموخت مانند سوره از قرآن و شیوه استخاره. 2 رکعت نماز غیر از فرض، دعای مخصوص استخاره بعد از نماز، سپس تصمیم گیری با توکل به الله متعال. اللهم انی استخیرک بعلمک، خدایا از تو خیر می طلبم به دانشت. استخاره خواب نیست، بلکه آرامش دل و آسان شدن امور است. استخاره در کارهای مباح است، نه واجب یا حرام. اگر بعد از استخاره دلت آرام شد یا راهی باز شد، همان بهتر است. استخاره نشانه از ایمان و توکل است، نه ضعف و شک. پس بدان ای خواهرم، زندگی پر از انتخاب است، اما اگر دلت را به الله متعال بسپاری، هیچ وقت پشیمان نمی شوی. هرگاه تردید داشتی، 2 رکعت نماز بخوان و دلت را به خداوند متعال بسپار. السلام علیکم و رحمت الله.